أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یکی از مسائلی که در باب حج مطرح است و یکی از اولویاتی هست که هر انسان حاجی باید آن را بداند، بحث مواقیت هست. تمامی عباداتی که ما انجام می دهیم از نظر زمانی و مکانی تعیین شده که این عبادات را در چه زمانی و در چه مکانی باید ما انجام بدهیم. اوقات نماز کاملا مشخص هست. اوقات روزه، چه زمانی روزه بگیریم، از که روزه را آغاز بکنیم و تا چه زمانی باید روزه باشیم. زکات در چه زمانی بر ما فرض می شود. تمام اینها مشخص شده. در باب حج هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی زمان و مکان انجام حج کاملا مشخص هست که به این موارد در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی به عنوان مواقیت یا میقات تعبیر می شود. میقات زمانی یعنی این که در چه زمانی ما می توانیم حج را انجام بدهیم. آیا در طول سال و در تمام ماهها می شود حج کرد یا این که زمان مشخصی را دارد؟ قطعاً حج همانند دیگر عبادات زمان مشخصی را دارد. الله متعال درباره مواقیت زمانی و زمانی که حج باید انجام بشود، ماههای حج را این گونه در قرآن کریم برای من و شما معرفی کرده و می فرماید الحج اشهر معلومات. حج در ماههای مشخصی باید انجام بگیرد و ماههای حج معلوم هستند، مشخص و تعیین شده هستند. فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. هر کسی که در این ماههای حج احرام بست و نیت حج را داشت، پس بنابراین در این حج نه رفثی باید باشد و نه فسوق و کارهای معصیت و گناه و نه جدال. بهترین حج، کاملترین حج و حج مبرور آن حجی هست که در آن نه رفثی انجام بگیرد، نه مخاربت و همخوابگی با همسر انجام بگیرد و نه گناه و معصیت که به فسوق تعبیر شده در این آیه و نه جدال و درگیری و سر و صدا. پس بنابراین از نظر زمانی تعیین شده که الحج اشهر معلومات، ماههای حج مشخص هستند. بدین معنی که در غیر ماههای حج و در غیر زمان حج انجام دادن این عبادت جایز نیست و اگر کسی هم انجام بدهد از او پذیرفته نخواهد شد. ماههای حج عبارت هستند از ماه شوال و ماه ذوالقعده و 10 روز ذوالحجه.
یعنی شما برای این که به حج بروید حتما باید در این زمان باشد، در ماه ذوالحجه که 10 روزش هست و قبل از آن ماه ذوالقعده و ماه شوال، 2 ماه و 10 روز. در این ماه‌ها شما می توانید که احرام ببندید برای حج و عمره. البته عمره به صورت جداگانه در هر ماه سال جایز هست و هیچ گونه اختصاصی به یک زمان مشخص ندارد، اما حج و عمره یک جا وقتی که باشند قطعاً باید در این ماه‌ها انجام بگیرند. احرام حج در ماه شوال و ذی‌قعده و ذوالحجه باید باشد. این میقات زمانی هست و میقات مکانی هم وجود دارد، به این معنی که مرزهایی تعیین شده که هر کسی که میخواهد به حج برود از این مرز به بعدش یک احکام خاصی به اون تعلق میگیرد که به اون احرام گفته می شود. باید احرام ببندد و از این نقطه به بعد باید حتما محرم باشد. دلیل این مواقیت و مرزهای تعیین شده حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم این مواقیت و این مرزها رو تعیین کردند. در این روایت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میگوید وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم لأهل المدینه ذا الحلیفه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل مدینه و مردم مدینه ذوالحلیفه را به عنوان میقات تعیین کردند. و لأهل الشام الجحفه و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الیمن یلملم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل شام جحفه را و برای اهل نجد قرن المنازل را و برای اهل یمن یلملم را تعیین کردند. هن لهن و لمن اتی علیهن من غیر اهلهن. این مواقیت و مرزهای تعیین شده برای خود این مناطق هستند، برای این شهرهایی که و کشورهایی که در این روایت نام برده شدند. هن لهن برای این شهرها و کشورها و مناطق و لمن اتی علیهن من غیر اهلهن و تمام کسانی که از این مسیر میخواهند که به حج خانه کعبه بروند و میخواهند از این طریق عبور بکنند. تمام کسانی که اراده حج و عمره را دارند تفاوتی ندارد، چه برای حج یا برای عمره، اینها میقاتهای مکانی هستند که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده. و در ادامه روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند و من کان دون ذلك فمن حیث انشأ حتی اهل مکه من مکه. و کسانی که بعد از این مناطق هستند، یعنی کسانی که در محدوده میقات زندگی می‌کنند، آنها از کجا باید احرام ببندند؟ در این روایت تعیین شده که آنها باید از محل خودشان و از روستای خودشان و از منطقه خودشان میتوانند احرام ببندند. حتی اهل مکه میتوانند که از داخل مکه و از خود شهر مکه برای حج در واقع احرام ببندند. پس بنابراین این مواقیت هم زمانی و هم مکانی از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا تعیین شدند و کاملا مشخص شده است. پس بنابراین حجاج خانه کعبه باید زمانی که به این اماکن میرسند یا از این محدوده میخواند عبور بکنند حتما باید احرام ببندند و با احرام وارد این منطقه بشوند و به مسجد الحرام و مکه مکرمه تشریف ببرند. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا
لعزته تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا